سلام بچه، امیدوارم کارتون خوب باشه. من شهاب هستم و کانال من خوش اومدید بچه. همینطوری که از تامنل ویدیو متوجه شدید ما میخوایم با هم دیگه چالش جدید کلش آف کلنس، یعنی چالش بزن به کوب در دریاهای آزاد با هم دیگه 3 استار بزنیم که من از قبل 3 استار زدم. و اینکه بچه بدون مطلب بریم سراغ ویدیو که گوشیم شارژ نداره، الان خاموش میشه و از ساعت 12 ببخشید بچه از اینجا دوتا جاینت میندازیم که نیروهای کلنکستر بیان بیرون. به محض اینکه نیروهای کلنکستر اومدن بیرون یه اسپری رد روشون میزنه، البته دوتا بچه. اینجا مپ 3 تا اسپری رد میندازیم، 3 تا یعنی 2 تا اسپری زلزله. اینجا بچه 3 تا آرچر میندازیم ساعت 12 مپ بمبا فعال بشن. اینجا همینطور، اینجا یه دونه بالون. اول بمبا رو فعال کنیم بعد بریم سراغ اتک اصلی. و اینجا بچه کوره از ساعت 12 مپ کینگ. باز از ساعت 12 مپ رویر چمپیون رو داریم ولی از سمت خونه کارگر. بچه رویر چمپیون همین که خونه یعنی کمان ایکس از بین بار بچه باید اینیزیبلش کنیم. این چیه رو بزنم دیگه، اینیزیبل و ابلتی رویر چمپیون. اینا رو برامون از بین برد. و اینکه بچه از این جای مپ ما با این حمله میکنیم که اسمش بلد نیستم، اول بالونا رو میندازیم با این حمله میکنیم که شبیه لاواس، ولی من چه اسمش یه اسم دیگه است من بلد نیستم. نیروهای کلنکستر و هر نیروی دیگه که داریم بچه اینجا پیاده میکنیم، جاین تا اینجا میذاریم که یه راست بره سراغ این. من ویزاردا رو بچه این گوشه استفاده میکنم برای پاکسازی. یه دونه آرچر اینجا و یه دونه آرچر اینجا برای پاکسازی. رویر چمپیونمون رو زنده میکنیم و تیک یعنی کینگو کلان از دست دادیم. کینگو از دست دادیم و به تی میلیون اونو میزنیم. رویر چمپیون اینجا داره برام پاکسازی میکنه. رویر چمپیون ها چون دلم میخواد ریکالش کنم، از این طرف مپ بندازم رویر چمپیون ها از این طرف، چون بچه ها من همیشه از این طرف مپ تایم کم آوردم. اینا رو اینجا میذاریم تانترها رو که بچه ها تایم کم نیاریم. من این 6مین هفتمین بارم دارم ویدیو رکورد میکنم، فقط تایم کم میاریم. به خدا شکر این دفعه دیگه رکورد شد. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید بچه ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیو بعدی جا نمونید. عشق منید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.